سلام، عرض ادب و شب بخیر. حالتون چطور عزیزان؟ خوش اومدید به کانال آلور. در این ویدیو اختصاصا در مورد بیبی دوج کوین صحبت خواهیم کرد. خب بیبی دوج این روزها در یک دو روز اخیر رشد جالبی داشته و خب آخرین تحلیل ما هم یه جورایی مرتبط هست. الان میریم با هم دیگه بررسی میکنیم، قیمت های ورود مناسب رو بررسی میکنیم و تارگت های میان مدت و بلند مدتش رو. قبلش یه مرور کلی بر تغییرات بیبی دوج خواهیم داشت و بعدش میریم سراغ چارتش رو، چیزهایی که گفتم رو در موردش صحبت میکنیم. بیبی دوج کوین رو خب عزیزان همتون میشناسید. بیبی دوج اختصارش هست و این لوگوش هست اینجا سمت چپ گوشه. رنک 183 بازار رو داره. قیمت فعلیش 0.8 هست. مارکت کپش روی 245 میلیون دلار قرار داره و رقم قابل توجهی است با توجه به رنکی که داره. در مورد ماکس ساپلای، توتال ساپلای هم که ماکس ساپلای نزده، توتال ساپلای عدد بسیار بسیار بزرگی هست که یک مقدارش رو هم عرضه کرده و در چرخ هست. میدونیم که همیشه بیبی دوج کوین خطرناکه. کلا میم کوین های اجرایی قمار میکنیم، کلا میم کوین ها اینطوری هستن. هرچند در توییتر همیشه در مورد بیبی دوج کوین صحبت هست که وای بایننس لیست کرد، وای فلان شد، وای بیسار شد، توکن سوزی کرد، کلی اخبار هست. ولی خب میم کوین ها این خاصیت رو دارن که میتونن سودهای عجیب و غریبی بهمون بدن و مسلما بعضی از دوستان علاقمند هستن به میم کوین ها. هرچند این ویدیوی من صرفا جنبه آموزشی داره، همیشه گفتم، ولی خب راهنمایی هم حساب میشه. میتونید راهنمایی بگیرید و با نظر خودتون ورودهای مناسب رو داشته باشید. اما در مورد سقف قیمتیش، سقفش کنم اخیراً زده شد اگه اشتباه نکنم. بله 7 ماه پیش 10 دسامبر 2024 حدوداً 0.806604 رو زده و الان حدوداً 78% پایین‌تر از سقف خودش در حال معامله شدن هست و کفی هم که داشته 4 سال پیش بوده، سال 2021 روی 0.9 تا 0.5341 بوده. خب جامعهش رو دارید با 447k فالوور که آمار خوبی هست. و اینکه خب اینجا یک سری صحبت ها و تحلیل ها در مورد بیبی دوج کوین هست، اگر خواستید میتونید مرور بکنید. این هم چارت کلیش هست که اگر روی وان دی بزنید دیلیشو براتون میاره. توی دیلی حالا به این ترتیب حرکت کرده، یک مقدار رفته بالا، یک مقدار اومده پایین و حدوداً 1% افزایش قیمت داشته، هرچند دیروز بهتر بود و الان چارتش هم نگاه میکنیم، چارتش هم خیلی خوب بود. مارکت هایی که توش هست، دوستانی که آگاهی ندارید تا الان نمیدونید، میتونید از این قسمت ها ببینید. بحث توکن آنلاکس و اینکه در مورد بیبی دوج که اینجا این جهت این هست که ما در واقع پروژه های مشابه رو نخریم. قبلش اینجا میتونید بخونید در مورد بیبی دوج کوین و بعدش هم حتما به اینجا یه سر بزنید. مثلا فلوکی بیست مچ فلوکی رو زده و بعد شیبا اینو و دوج الون مارس که همش رو هم صحبت کردم. در مورد فلوکی هم صحبت خواهم کرد. اگر شما فلوکی خریدید دیگر نیازی به خرید بیبی دوج ندارید، یا شیبا خریدید دیگه نیاز نیست بیبی دوج رو بخرید. همبستگی خوبی دارن و رشد یکی باعث رشد اون یکی هم میشه به زبان ساده تر. اگر این رشد کنه اون هم رشد میکنه. اما بریم سراغ چارت بیبی دوج کوین. آخرین صحبتی که من در مورد بیبی دوج کوین داشتم گفتم که یه مروری روی موج‌ها داشته باشیم. یک ABC وار رفته بالا و بعد یک مثلث به سمت پایین زده و یک ABC دوباره رفته بالا که این فلت منظم خودش بود. در مورد W خودش تونست این رو تکمیل بکنه. هرچند میتونستیم انتظارات زیادی داشته باشیم که مثلا بیاد روی قیمت های مثل 0.8050 ریاکشن بده و بعد بره بالا، بتونه بشکنه بره بالا. خب این اتفاق نیفتاد و ما دیدیم که اینجا چطوری سقف زد و بعدش دیدیم که چطوری شروع به ریزش کرد و کفای احتمالی رو هم بررسی کردیم. گفتیم که چندین نقطه وجود داره، از جمله مثلا اینجا رو 0.8022 رو بررسی کرده بودیم و گفته بودیم که اینجا اگر ریاکشن بده نقطه جالبیه. و بعدش هم گفتیم که آخرین سکویی که میتونه داشته باشه همین کفاس روی 0.8010 که بعدش از اونجا بتونه رشد داشته باشه و بره بالا. فعلا که یک ریاکشن جذابی داده.
در حالت کلی چه خود همه این موج‌ها اصلاح باشن، چه این موج W باشه این موج X و بره برای Y، در همه حالت تحلیل تکنیکال این رو نشون میده که میتونیم صعود جذابی برای بیبی دوج کوین ببینیم، ولی خب به شرط اینکه بیاد 0.8 من رو بزنه به سمت بالا، حداقل از نظر پرایس اکشنی. حتی از نظر موجی هم این صحبت درست هست. ببینید دوستانی که اطلاع ندارید، فرض کنید ما این روند نزولی رو به این ترتیب داریم. خب تا زمانی که اینجا، یعنی این سطح برای ما شکسته نشده، اینجا سقف حاکم منه که کف آخر من رو زده، تا زمانی که اینجا با قاطعیت شکسته نشده نمیتونیم بگیم که روند عوض شده. در مورد این دیگه همتون استاد شدید، میدونید. هرچند اولین بار ما میگیم که خب آقا جون این بیاد برای من اول ترند لاین خودش رو بزنه، مثلا یه همچین ترند لاینی داره. خب مثلا یک همچین ترند لاینی داره، با این رگرسیون حرکت میکنه. خب اولین بار میاد ترند لاین خودش رو رد میکنه، یعنی سیگنال شکست از ترند لاین هم صادر میشه. ولی خب اینجا ریسکش بالاتره، ولی اینجا ریسکش پایینتره، چرا که اینجا احتمالات برای صعود بالاتر میره. این هم یه نکته، در واقع نکته آموزشی بود که خیلی ساده است، ولی خب گفتم شاید به دردتون بخوره. اما بریم سراغ موج‌های جدیدش. ببینید عزیزان، شما میتونید بگید که طبق الگوهای کلاسیک بگید که اینجا مثلا یک کف دوقلو تشکیل شده و این به این ترتیب حرکت میکنه و بازار تمایل داره شکل الگو رو بزنه. این یک نظر هست در مورد صعودش. نظر بعدی که من داشتم، گفتم خب اینجا یک 5 موجیواری تشکیل داده، خب اینجا میتونست اینجاها ریاکشن بده و گفتم که خب چه بهتر که به سطحی مثل 0.8 تا 0.1374 ریاکشن بده، ولی خب ریاکشنش جالب نبود و پول بک دوگانه به سطح به رگرسیون شکسته شده زد و دوباره شروع کرد به ریزش کردن. خب اگر نگاهی داشته باشیم مجددا از نظر امواج، ما میگیم که اگر این موج جدیدی باشه باید حداقل بتونه 0.8 تا 0.1486 رو رد بکنه، در حالی که داره سایه میزنه روش و این جذاب نیست، ولی شیب موجش خوب هست برای صعود، پس میتونه رد بکنه احتمالاً اینجا رو. اما برای اینکه مطمئن تر بشیم، یک مقدار دلایلمون کامل تر بشه، نیاز داریم که بتونه 0.8 تا 0.20 رو بزنه. پس به صورت خلاصه وار اگر ما بخوایم بیبی دوج رو بخریم، اگر ریسک پذیر باشیم، میتونیم بعد از شکست و پول بک به سطح مینور خودش روی 0.8 تا 0.1460 بخریمش. اگر ریسک گریزتر بودیم منتظر سطح 0.8 تا 0.20 میمونیم و بعدش ورود میگیریم. این تارجت هاش ببینید در میان مدت میتونه تارجت هایی مثل 0.8 تا 0.30 تا 35 اینا رو بزنه. یک مقدار بلند مدت تر نگاه بکنیم که شرایط بازار اگر بهتر بشه، حداقل 78% این موج رو به سمت بالا برگرده و بیاد روی 0.8 تا 0.54. خب فعلا اینها رو در نظر داشته باشید عزیزان. اگر تریگر خاصی داد، اگر رشد خوبی داشت، اگر کندل های اینطوری بگم که سیگنال و تایید خوبی رو به ما داد، حتما میام در موردش صحبت میکنم. ولی فعلا خواستم بگم که روی آلت کوین های خوب ما سرمایه گذاری بکنیم و نگاهمون به اونها باشه. هنوز اون شرایط بازار به صورت کامل مهیا نشده، اون مهیا بشه و خب با ریسک کمتر بتونیم که انشالله سودهای خوبی رو به دست بیاریم. خب عزیزان، این صحبت کلی من در مورد بیبی دوج کوین بود. امیدوارم که نکات آموزشی خوبی رو بهتون گفته باشم. تا ویدیوهای بعدی مراقب خودتون باشید. عشق منید. یا علی مدد. خدا حافظ.